این عالی، از زندگی لذت ببر. وقتی تو ماه گذشته 2 تا کار گرفتم، همکارم از یه شهر دوری پیام میده، میگه یه کاری برام سراغ نداری؟ هر جای ایران میخواد باشه. 1 سال کار نگرفتم. همسرم داره ما و بچه‌ها رو ترک میده. کار گرفتن برای من چه لذتی داره. وقتی میرم در قصابی 2 کیلو گوشت بخرم، اینم زن مردم پشت دکون وایساده که خالی بشه، بره داخل آشغال گوشت و استخون بگیره، بره برای بچه‌هاش یه سوپی بپزه، خریدو برای من چه لذتی داره. وقتی رفتم در سوپرمارکت، میبینم مچ دست بچه 12 ساله رو گرفتن که یه رب گوجه زیر کاپشنش قایم کرد. 10 تا پلاستیک هم پر کنم بیام بیرون، برای من چه لذتی داره. وقتی وانت پکیده برای من در کارگاه جنس خالی میکنه، ماشینم اونجا پارک که میگه ماشین خودته، میگم دورش میچرخه، با حسرت توشو نگاه میکنه. سوار شدن به این ماشینو برای من چه لذتی داره. وقتی بهترین پوشاک رو میتونم برای بچم تهیه کنم، فلانی پیام میده میگه کهنه‌هاش دور نریزی ها، میخوایم بدم یه خانواده بچه‌هاشون خوشحال بشه، چه لذتی داره. وقتی بهترین صبحانه و شام و نهار برای بچم میتونم تهیه کنم. آقا رسول خادم ویدیو گرفته سیستان و بلوچستان، صبح تو مدرسه از دختره میپرسه صبحونه چی خوری؟ اشک تو چشاش جمع میشه، میگه نون خشک و چای. برای من چه لذتی داره. میگن آقا کمک بکن، به چند درصد، به چقدر توان دارم. کمک کردن مثل کدوئین میمونه، شب میخوابی، صبح که بلند میشی اثرش پیدا. خوشبختی یه احساس جمعیه. زمانی من میتونم احساس خوشبختی کنم، از زندگیم لذت ببرم، صبح که میام تو خیابون تمام مردم و او جامعه خوشحال باشه. کاری به او 1% علی بیغم و مرفع جامعه ندارم. من تا اگر به تنهایی داری از زندگی لذت میبری، باید تو آدم بودن خودت